رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود روز موسی علیه السلام به خداوند جل مجدوه عرض کرد بار الله بنده مؤمنت که روزی در دنیا بر بالایش تنگ میشه و فقر فاقه او را فرا میگیره، پس فرجام کارزی چگونه هست؟ قال الله رب العزت فرمود فیفتح له باب من الجنه فینظر الیها، در عوض که خداوند جل مجدوه در دنیا به او فقر و فاقه نصیب گشتنده، در عوض دروازه از بهشت بروش باز میشه و او آدم به سوی بهشت نظارگر میباشه. قال له یا موسی هذا ما اعددت له، خداوند جل مجدوه به حضرت موسی علیه السلام میفرماید ای موسی این امو چیزی هست که ما برای او آماده ساختیم در عوض از فقط. فقال موسی، پس موسی اسم عرض میکنه ای رب ای پروردگار ما و عزتك و جلالك لو كان اقطع الیدین و الرجلین، قسم به عزت و جلالت اگر امی شخص فقیر که وقتی که به این پیمانه نعمت متوجه ازی بوده، اگر امی آدم اردو دستایشم بریده شده می بود و پاهایشم بریده شده می بود، یسحب علی وجه بر روش را می گشت منذ یوم خلقته الى یوم القیامه، از امو روزی که توی الله را خلق کردی تا به قیامت، اگر بمی منوالا به مشکل مواجه می بود و کان هذا مسیره و فرجامش اگر بهش بوده باشه لم یره بؤوس قط، گویا اصلا سختی را هیچ ندیده. اگر وقتی که جنت به آمادی ازی بوده باشه، جنت منتظر ازی بوده باشه، اگر مادرزاد اردو دستایش خط، اردو پایش خط، فقر و فاقه به چهرهش به روش را بکنه، باز هم گویا اصلا در دنیا هیچ مشکلاتی را ندیده وقتی که جنت از آن ازی باشه. ثم قال موسی، باز موسی سمعز میکنه ای ربی عبدک الکافر، اما بار الله بنده کافر تو با وجود تو را نشناخته، با وجود مخالفت هست، لیکن توسع علیه فی الدنیا، با وجود از بار الله تو دنیا را سر از او فراخ گشتاندی، نعمتهای گوناگون سرش ارزانی داشتی، هر چیز را وافر داره، این چگونه هست؟ قال الله رب العزت میفرماید فیفتح له باب من النار، ای موسی در عوض ای همه وسعت دنیا را باش مساعد ساختیم اما دروازه از جهنم بروش باز است و منتظر است که چه وقت شما از این پد میشود تا به او دروازه سرازیر شود. فیقال له یا موسی، پس گفته میشود برای ای موسی برای امی جهنمی گفته میشود هذا ما اعددت له، ای همون چیزی هست ما برای او آماده ساختیم. فقال موسی، ای موسی علیه السلام، موسی علیه السلام میگه ای ربی و عزتک و جلالک، بار الله قسم به عزت و جلالت لو کان له الدنیا منذ یوم خلقته الى یوم القیامه، اگر از روز تولد تا به قیامت آدم زنده هم باشه، همان نعمتهای دنیا از سر تا پا در خدمت ازی باشه، وقتی فرجام ازی جهنم باشه که لم یره خیرا قط، گویا اصلا در زندگی یک لحظه هم خوبی را ندیده، ولو که از ابتدای دنیا تولد شده باشه تا به قیامت زندگی بکنه، پورا دنیا هم در قدمایش باشه، اما وقتی که رهسپار جهنم شود مصادف به که لحظه همین نیکی را به سراغش نرفته و ندیده. پس یعنی به این معنا که جنت آخرین حد پیروزی و کامیابی و رستگاری هست. کسی که به جنت بوده پورا به عمرش اگر غم اندو بوده باشه، وقتی که جنت به سراغ ازی بوده باشه فکر بکنه که یک لحظه هم غم ندیده. اما خدای نخواسته کسی که سرنوشت جهنم باشه، اگر مجموع دنیا به او داده شود آخرین حد غم ها جهنم هست، وقتی که در اونجا برای پورا نعمت های دنیا هیچ هست.